الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که کسی را که عقیده اش را نفهمیدیم که چگونه عقیده است و نگاه کردیم که نماز را مثل اهل سنت و الجماعت میخواند، به او اقتدا کردن ما جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. هر کسی که لا اله الا الله گفته باشد، هر کسی که خودش را مسلمان گفته باشد و هر کسی که نماز را وقتی که میبینید مثل اهل سنت و الجماعت میخواند، یعنی نمازش مثل رافضه ها نیست، نمازش مثل دیگرها نیست و خیلی که یکی از این مذهب ها است، حنفی و مالکی و شافعی نماز میخواند و اما شما اون نفهمیدید که این مشرک است یا که مسلمان است، در این حالت شما انمین رو برو بوده رو نظر میکنید که در رو برو شما کی ایستاده است؟ علامت اسلامش رو دیده ایستادید؟ علامت اسلامش رو دیده ایستادید؟ نماز خونده ایستاده است، این علامت اسلامیش است. این انسان رو یکمین بار دیدید در حالت نماز دیدید. پس گرچنده که نمیشناسید، گرچنده که عقیده اون رو حقیقیش رو نمیدهید، اما حکمی این انسان رو مسلمان میتید، مسلمان حکمی نماز میخونید. اگر البته علاج فهمیدن نباشد، برای اینکه نماز شروع شد، جماعت قائم شد، شما هم میروید به جماعت پیوست میشید، برای اینکه در جماعت نماز خواندن واجب است. نماز رو قطعی این امامی که نمیدونید عقیده‌اش چی است ادا میکنید، میخونید، چرا که حکم این انسان رو شما اسلام میدید. حکمی اسلام حکمی، گرچنده که حقیقتی عقیده‌اش رو نمیدونید. اما بعد از اینکه نماز رو ادا میکنید و شما یک چند بار دیگر از همینجا نماز خواندنی باشید یا که شما همینجا زندگی کردنی باشید، حتما شما عقیده این انسان رو باید فهمید که این انسانی که در آینده امام شما میشود، هر روز در پشتش نماز میخونید، کی است؟ اهل سنت است؟ مرجعی جهمی هست؟ این سبحان الله مدخلی هست؟ طاغوت پرست است؟ صوفی هست؟ مشرک است؟ رافضه است؟ کی است؟ بعد از اینکه میفهمید که اهل بدعت است یا نیست، بعد از این نماز میخونید یا نمیخونید معلوم میشود. اما اگر شما راهگذر باشید و فقط یک نماز خونده برفتنی باشید، در این حالت اگر نماز خونید، نمازتون نماز است، لیکن بهترش و افضلش همیشه از پشت کسی که نماز میخونید باید بدونید، و به خصوصا در همین عصر 21، عصر 2021، این عصر سبحان الله، عصر مشرکین، عصر مرتدین، عصر کسانی که به نواقض الاسلام بسیار واخوردگی هستند، همون عصر است. به نهایت شرک و کفر به نهایت پهن شده است در بین امت اسلام والعیاذ بالله. از همین جهت از پشت کسانی که نماز میخونید باید دقت کنید، بیاموزید که نماز شما هم به همون نماز امامتون وابستگی است. نماز امام باطل باشد، نماز شما هم باطل میشود. شما وظیفه دار هستید که بفهمید که امام شما کی است. بارک الله فیکم.